این سیوها دیوونه کننده سیوهای تاریخ فوتبال هستن و اولین سیوی که باعث شده دروازه‌بان بهترین دروازه‌بان کل تاریخ دنیا معرفی بشه. یه ضربه قیچی برگردون بی‌نقص برای مساوی کردن بازی. آره، سیو فوق‌العاده‌ای بود. بازی هنوز ادامه داره و ما هنوز سیو شماره 10 هستیم. برگردیم به زمانی که محمد صلاح میخواست بهترین بازی دوران فوتبالیش رو نمایش بده که البته یکی از دوستان این رو خراب میکنه. درسته اون حتی دروازه‌بان هم نبود، اما این هم فقط در حد یه دفع کردن ساده بود داخل یه بازی معمولی. بازیکن دیگه ای رو میشناسم که توی مسابقه در عرض 3 ثانیه نه یکی نه دوتا بلکه 3 تا ضربه رو سیو کرد. 3 سیو در 3 ثانیه باید رکورد باشه نه؟ سیو بعدی برمیگرده به بازی‌های جام جهانی. 90 دقیقه به پایان رسیده و بازی ختم شده به ضربات پنالتی. بچه‌ها به عقب و جلو رفتن و تمام سعی خودشون رو کردن، اما در نهایت فقط یه برنده وجود داره. با یکی از خوششانس‌ترین سیوایی که تا به الان دیدم آشنا بشید. اون یه کار غیر ممکن رو انجام داد و به تنهایی تونست یک کشور رو نجات بده. اما این بازی در مقایسه با یکی از پربازدیدترین ویدیوهای یوتیوب توی تاریخ فوتبال چیزی نیست. باید بگم که در بازی بین بارسلونا و سویا که کوتینیو و مسی تیمشون رو 2-0 جلو انداختن، فقط این دوتا نبودن که اون شب درخشیدن، بلکه دروازه‌بان اونا هم یه شب افسانه‌ای داشت. و این عکس تبدیل شد به یکی از افسانه‌ای‌ترین عکس‌های فوتبال. اون نه تنها بیش از 1.8 متر پرید، بلکه این ویدیوش هم داخل یوتیوب بیش از 70 میلیون بازدید خورد. تازه این سیو فقط 2 تا از سیوهای اون دروازه‌بان بود از 4 تا سیوی که اون شب داخل اون بازی انجام داده بود. درسته سیوها در اینجای کار دیوونه کننده بودن، اما اینا هم نمیدونن 5 تای برتر ما رو شکست بدن. پس آماده باشید که از اینجای کار واقعا همه چیز داغ میشه. توی بازی بعدی یه دروازه‌بان تونست به معنای واقعی کلمه یه گل به خودی رو از دست همتیمیش نجات بده. آره این همه تلاش به خاطر اینکه فقط همتیمیش داشت بهش گل به خودی میزد. بعد از این هم برمیگردیم به یکی از افسانه‌ای‌ترین شب‌های فوتبال که با برخی از محبوب‌ترین ستاره‌های دنیا انجام شد. یورو 2020 پرتغال در مقابل فرانسه. رونالدو با گلزنیش در مقابل فرانسه مهمونی رو شروع کرد و اون 109مین گل خودش رو هم انجام داد. اما هاشکریم بنزما بدون مبارزه شکست نمیخوره و اون نه تنها یه گل زد بلکه 2 بار دروازه پرتغال رو باز کرد. و الان رونالدو با نتیجه 2-1 از فرانسه شکست خورده بود. رونالدو از اونجایی که میدونست امید یه ملت به اون نه تنها بازی رو مساوی کرد، با زدن 109مین گل خودش یه تاریخ سازی خیلی بزرگ رو انجام داد. آره درسته رونالدو به تنهایی تونست خیلی از کار رو انجام بده، ولی اون تنها کسی نبود که اون شب می‌خواست تاریخ سازی بکنه. و چند دقیقه بعدش گریزمان با 2 تا سیو فوق‌العاده تونست دروازه پرتغال رو نجات بده و جلوی شوت خیلی محکم ستاره‌ای فرانسوی رو هم گرفت. و حالا اگه اینا به اندازه کافی دیوونه کننده نبودن، بذار بریم به 3 تا از بهترین سیوهای تاریخ فوتبال. و زمانی که یه تیم تونست 3 تا سیو رو داخل 3 ثانیه انجام بده. دروازه‌بان بعدی هم اون میتونست یه سیو ساده رو انجام بده، اما به جاش این کار رو میکنه. و زمانی که بعد از بازی یه خبرنگار در مورد این کارش از اون میپرسه، اون در جواب این رو میگه: این همون کاریه که فقط یه نفر میتونه انجامش بده و اونم منم. منطقیه نه؟ و حالا میخوام بهتون چیزی رو بگم که شاید باورش نکنید، اما یه دروازه‌بان تونست توپ رو از فاصله 50 یاردی دفعش کنه. اما این فقط سیو شماره 2 بود. بنابراین میریم سراغ لحظه‌ای که همتون منتظرش بودید. این سیو در کنار اینکه خیلی نمادین بود، باعث بازنشستگی چند تا از بازیکن‌های فوتبال هم شد. فوتبال جام جهانی 2006 بازی بی‌وقفه، اونم تا دقیقه 104 بازی باشه، اما ایتالیا با نتیجه جام جهانی شد که توی بازی زیدان با همون کله کچلش یه هد خیلی خوشگل رو میزنه.
البته داخل دقیقه زیدان بخاطر کاری که انجام میده کارت قرمز میگیره و از بازی اخراج میشه و اون غیرت رو به جام ترجیح داد. دوستان امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما منو دنبال کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.